تنها فوتبالیست هایی هستند که از محبوبیتشون که با هلیکوپتر نشستن وسط ورزشگاه آزادی. البته ممکن بود که آخرین نشست حالا اونش اشکال نداره، میخوام بگم اینقدر ازدحام جمعیت و انقدر بادم بود. نه اصلا داشتیم میخوردیم به نورافکن. نه راست میگن. اونجایش نمیدونم هلیکوپتر چند نفر بود؟ 45 نفر توش بود. چی بود داستانش چی بود؟ از این دو ملخه ها اومد سوار میکرد. خدا شاید همین خدا رحمت کنه مرداد میلاوند. خدا رحمت. بغل هم بودیم همه. اصلا از اگه الان نشون بدین تصویر رو از بغل نورافکن ما رد میشیم. ریسک هم اون موقع خیلی بالا بود دیگه، جرأت ریسک خیلی بالا بود، اصلا نمیکشید، بالبال میزدیم یعنی تا ببره ما رو بالا. ترسیده بودین؟ خب سقوط میکردیم. هلیکوپتر ترسیده یه دفعه اومدیم تو استادیوم و حالا نمیدونم بعضی ما یه ایده های عجیبه ولی اومدیم تو استادیوم پر بود دوباره. یه بار دیگه استادیوم پر اومدیم. ما با این تیمی که از 95 شروع کردیم خیلی خاطره داریم. حالا شما میگی شماره دیگه، مثلا شماره خداداد اصلا معلوم بود 11 آقا رضا شماره اصلا به شماره 95 میشه 73 دیگه، درست؟ 74 شروع کردیم. اصلا پوست اندازی تیم ملی بود دیگه. حالا سدبرام اونجا از همه ما بزرگتره ولی واقعا یه استثنای فوتبال بوده. واقعا در جام جهانی اگه بخوایم بگیم دو سه تا بازیکن جاشون خالی بود سدبرام بود، اسخر آقا مدیر روستا بوده، واقعا جاش خالی. آقا فرشاد فلاحت‌زاده بود. حاجی ابراهیم کارش داد. دو تای آخر خط خوردن، آقا فرشاد فلاحت‌زاده و فراد مجیدی. جز دو نفر آخر اردو آخر ریکا خط خوردن. یعنی فرهاد فکر کنم موقع فرهاد 19 سالش بود. بله 20 سال 19 سال. با من هم اتاقی بود کرواسی دیگه. فرهاد و فرشاد 21 سالش. تورنمنت هنگ کنگ من آقا ابراهیم هم اتاق بودیم. یکی از حسنای یلدا همینه آقای. بله خاطره بازی دور هم که جمع میشید تو خانواده خاطره بازی و آقا من این پیرهنو دارم. این خانواده من این پیرهنو دارم و میخوام چالش خیلی این چالش باحاله. شما خاطره رو بگید. من یه چیزی بگم قبل. بله آقا اجازه میدید من یه جمله بگم؟ خیلی جاش نیست ولی شب یلداست. تبریک میگم، من اولش نگفتم به همه هموطنای عزیزم. امروز 29 دیگه، من یه تبریک بگم به پسرم، امروز تولدش بود. شب خوبیه. دست بزنید. مرسی. اسمش چیه آقا؟ امیر حسین. یه بار دیگه امیر حسین عزیزی رو تشویق می‌کنیم تولدشه. امیر حسین تولدت مبارک. الان همه 29 دی ماهی ها تولد آذری ها مبارک باشه. بله. بگم در تبریک میگم به پسرم 19 ساله شد و به همه جوان‌ها و نوجوانای سرزمینم که ان آینده خوب ایشالله برای همشون آرزو میکنم. چند سالشه؟ آذری آدمای خوبی هم ما